آقا اگه شما هم مثل من از کاور جدید FC24 خیلی بدتون میاد، بیاین با هم اینو ریدیزاینش کنیم و به این تبدیلش کنیم. همراه من باشید. در قدم اول ما یک سند مربعی رو ایجاد میکنیم. میایم داخل گوگل سرچ میکنیم اینتر میامی والپیپر. اون بازیکنی که دوستش دارید میتونید داخل اینجا بنویسین و یه والپیپر هم بذارید جلوش که بتونید یه عکس خوبی ازش پیدا کنید که من همین رو انتخابش میکنم و میارمش داخل سندم. کنترل A میزنم، کنترل C که کپی بشه، میارم داخل سندم، کنترل V میزنم و میذارمش بالا. این کاور خیلی منصف تره، نه به خاطر اینکه بگم به خاطر که عکس مسی داخلشه، نه، چون اسطوره ها داخلشن و جلوه بهتری داره، هم از لحاظ رنگ و نور هم از لحاظ کیفیتی و اون حسی که به مخاطب میده. خب اینجا ما نیاز داریم به چند تا لوگویی که داخل کاور هستش. خب که من اینا رو میام کوچیکش میکنم، میذارمش این گوشه، کنترل تی زدم و گذاشتمش این گوشه. خب حالا دیگه با این کار ندارم. این هایپر موشن ویرو تکنولوژی جدیدشو میذارمش اینجا و کوچیکترش میکنم، میذارمش این گوشه این پایین. طبق همون الگوریتم خودش من میام رنگیش میکنم. حالا کنترل یو رو میزنم و این پارامتر رو تا آخر سمت راست میکشم که مشکی بشه، که سفید بشه و این قسمت ها رو، این قسمتی که لالیگا تگ لالیگا داخلش هستش رو میام پاکش میکنم، چون من نتونستم اون هایپر موشن رو پیدا بکنم. همینو گیرم اومد و میام همینو میذارمش همینجا باشه. خب چون من این لوگوی هایپر موشن وی رو نتونستم پیداش بکنم، تگ لالیگا بالاش بود و اینو پاکش کردم. خب رنگشون رو میذارم مشکی باشه. به نظر من همینو مشکیش کنیم خیلی بهتره. آره مشکیش میکنیم که هم توی چشتره. و لوگوی جذاب FC24 رو میام میذارمش این بالا، کوچیک‌ترش میکنم و تمام. حالا خودتون قضاوت کنید کاور FC24 الان خوبه یا اینی که ما ریدیزاینش کردیم. کامنت ها برام بنویسید.